فرهنگ عمومی باید طوری باشد که وقتی گفتن ازدواج موقت یعنی اون جوان متدینی که مقدورش نیست ازدواج موقت کنند، نه کسی که متأهل است. خب این به هم زدن اساس دین است به دست همین متدینین سوری. نفرمودن بگی شما که متأهل هستی باز به دنبال نکاح موقت برو، که گفتن اون جوانی که مقدورش نیست او به دنبال نکاح موقت بره که هم آلوده نشه و هم خانواده بدون تشکیل بده موقتا، هم فرزنددار بشه. همه اینها هست. یه بحث مبسوطی ایشون دارن که مسئولان قانونگذاری با هماهنگی فرهنگ عمومی مردم این ازدواجها را سامان ببخشند، وگرنه همین که میبینید یا بیابانی یا خیابانی در میاد و رفتن جلوی ازدواج موقت را بگیرن، زنا را ترویج کردن. فرمود این خطر هست. در صدر اسلام در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم عده‌ای از همین را ازدواج موقت داشتن، منتها تا گفتن ازدواج موقت یه انسان بلهوس متأهلم راه میافتد. خب این امانت الهی است، این دین امانت است به دست ما. بگذاریم اون جوان متدینی که راه ندارد این از این راه استفاده کنه. تو که متأهل هستی چرا به دنبال این اون میری؟ خب بنابراین خود همینها جزء تضییع کنندگان دین